سلام دوستای عزیز، عرضه میکنم همگیتان صحت سلامت باشین. قسمی که میبینین اول در تصویر براتون نشان دادیم رستوران آمدیم. یک رستوران که افغانای ما جور کرده، افتخار ما هستن. از تجارت خودشان یک رستوران بسیار مقبول همراه ایندیا مشترکن شروع کردن. روز اول در افتتاحش ما آمده بودیم که یک برنامه بگیریم، مگم بسیار زیاد نام خدا بیروبار بود، اما بسیار یک نمای مقبول و زیبا داره. دیگه یک آشنام اینجا آمد، گفتم باش همراهش یک مصاحبه بگیریم که امشب و شب یلدا است. چطور در این رستوران نه آمده؟ سلام کوک فرید. سلام، ساعت مبارک جور. ساعت گیرت کردم خیراتی. ساعت شما خوب است؟ تنها رستوران میدونم ما میاییم. نه خودت ما رو دعوت کرد اینجا. خوب وقت رسیدیم مگم نه؟ خوب وقت رسیدیم. شما خوب هستین جور ساعت؟ نباشه. ما رستوران بسیار خوبش است. بسیار مقبول. رستوران هندی و افغانی بسیار داخلش هم مقبول است کوک فرید. بازم سلام بینندگان عزیز، خدا کنه خوب جور ساعت سلامت باشین. دیگه لطف خدیجه جان است که ما را از برکت عزیز ما اینجا نان میخوریم، یگان تا گفته یگان تا. خواهش میکنم، خوش آمد. همیشه ما رو دعوت میکنه، لطف میکنه. بازم میریم ببینیم غذا رو تست میکنیم. وقت شما باز یک جای میبینیم غذا رو، باز برای شما میگیم که آدرس اینجا رو میگیم، غذا رو میگیم که چطور مزه غذا چی رقم است. دیگه بازم اگه کدام سوال دیگه داشته باشید درباره کدام داخل باز چای که خوردیم دل مزد و بالاگک مثل افغانستان وره طور مثل چی میگن چه قسم زمینی یک جای جور کرده تخت بله قدیما همون رقم چوکی یا خو نبود، باز همین رقم تخت یا بود. باز کلا که میرفت خب باز همین نان خوردن به حساب دسترخوان است. مزه میتاد دسترخوان وقتی که داشتی اما نان غذا برات مزه میتنه. ما مس چوکی ترجیح میدیم. چوکی ها الان مدرن شده دیگه. چوکیش سابق همون رقم بود. باز همین برکت نان هم دمو 6 تن 4 6 تن و بسیار مزه میتاد. دمو چیز گفتی یگان تا دوره هم که بشینی اگه باز یک جایم در یک غوری هم نان بخوری یا واقعا که لذتش بالاتر، کیفیتش و برکت هم داشت میباشه. سایز کوک فرید میریم داخل میبینیم که چی را میخوایم. ما امروز چی سفارش میدیم که بدل ماست و مزه غذا را باز همراه دوستا شدیم. درست است دیگه. منتظر ما باشین دیگه که تا غذا آماده شود. بازم تشکر از شما. دوستا ما را همراه باشین. نفر دیگه هم است صفی فقط در خوردن ششته. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور ساعت باشین. نگاه آمدیم باید یک نان بخوریم، زیاد گوش نشدیم. یک چیز خوب از ما یک ثابت اشی از مولم پلاو میشه. به خیر باشه. ما دیگه همینجا که ما باشین ببینیم چی میشه. شو چی هم هست، چی میگم نامش یادم رفت. شب چی هست؟ شب یلدا است. بیاد خیر باشه. این دوستا قسمه که در اول کاکا فرید گفت که اینجا یک بسیار زیاد یک تخت مانده مقبول به خاطر کسایی که در زمین میشینن دسترخوان آوار میکنن. بسیار یک نمای مقبول و زیباست. من منتظر کباب هستیم دیگه. کباب افغانی دیگه همینجا ششته منتظر هستیم. یا هم رستوران نو است، باید انتظار بکشیم. حتما هر قدر منتظر نان که باشی همه قدر مزهش زیادتر میشه. دیگه بگ نفر دیگه هست. نه یک سلام علیکم. سلام دوستای عزیز، انشالله که همتون صحت سلامت باشین در کانون خانواده‌هایتون انشالله. دوستان میخوایم یک موضوع رو بگویم. خال مارفه بیچاره رو به زور صفی تصویر میگیره. خال مارفه زیاد دوست نداره بخاطر در تصویر باشه، اما صفی این دیگه خواله و خوارزاده است. من در این موضوع چیز گفتنی ندارم. مقصد خال مارفه رو به زور تصویر میگیره.
نه خیر خواهی نمی صفی که هست کل کارهای نمی صفی میکنه. در پولیش رئیس شیشته دیگه هیچ گپ نیست. مشکل نیست گپ نیست که منتها بازم تشکر از اینکه ما را دعوت کردید دید شما. خواهش میکنم خوش آمدید. بازم همیشه این نمی کارا رو کنید بازتان خوش می باشید. نه دوستای ما اولاد غریب که مویای خودم شیشتیم در خانه رنگ کردیم از این موی خودم چه جور شده آرزو میکنم که شما در کامنت ها نوشته نکنین که چه بلا جور شدی خدیجه همراه رئیس صفی. دوستای عزیز ما زیاد گشنه شدیم. من گشنه شدم مثلا خراب میباشه ازم بخاطر هیچ گپ نمیزنم دیگه. باشین دیگه منتظر باشین دیگه تا نان موقع خیر باشه. مزدارم نانو بخوریم باز خلاص بعد میگم مزیش آخر. دیگه باش که من گفتن که کباب تست کن من کباب بگیرم من تست کنم برای شما میگم چی رقم است. آجی منان و لغمش نیست که منطقه مخه باش که اول اینمی بسیار همی رویش مقبول معلوم میشه. اینجا این دنبام بس این مثل کباب افغانی باره یک ذره دنبام بگیرم باش که یک ذره چتنی هم بزنیم چتنی افغانی نمیشه این چتنی سبز این بسم الله. خوبش از مزیداره واقعا. فرید حالا ما دیگه نان تا خوردیم منتظر چای هستیم. واقعا نانش دوستای عزیز بی نهایت زیاد مزه‌دار بود. من بسیار زیاد خوشم آمد. ما زیاد در رستوران افغانا رفتیم اما این رستوران که تازه افتتاح شدم کبابش بسیار مزه‌دار بود، برنجش بسیار زیاد مزه‌دار بود. ان شاء الله روزهای بعدی میایم دیگه غذاهای متفاوت دارم مثل بولانی منتو آشک بارم امتحان میکنیم. میگم واقعا غذاش مزه‌دار بود، ارزش هزینه داره که یک بار بیاین غذاش امتحان بکنین و لذت ببرین از غذای اصیل افغانی ما. منتظر چای هستی کافری؟ منتظر چای بله چای فعلا بسیار یعنی سرویس بسیار عالی و بسیار لطف خوش و یک چای ما را میمان کردن. دعوت کردن دیگه واقعا کبابشون بسیار مزه‌دار بود. گفته بچه‌ها و مولم پلاوشون بسیار مزه‌دار بود. واقعا مزه‌دار بود دیگه. ما خوش هستیم. واقعا ما باید افغانای خود تشویق بکنیم و بدون مسئله تشویق واقعا ارزش تعریف کردن و تشویق کردن داره. هم بسیار دکوریشن مقبول و اصیل، بسیار دکوریشن سنگین و مقبول و همچنان بسیار زیاد نان مزه‌دار واقعا ارزش داره. بله این دوستا سعی کنین نمیشه شیشتین دیگه فعلا حالا میجام یک چی گرفتیم برای شما نمای زیباست مقبول است. بله این تخت است دوستای عزیز و فرش بسیار مقبول. یک چیز میخوایم دوستا براتون بگم که ما 32 ولایت افغانستان گفتم نام خدا 34 ولایت افغانستان است که غلط فهمی نشه. دیگه ادامه برنامه همراه ما همراه باشین. ما یک چای میمون کنیم ما چای میخوریم و ادامه برنامه را که ما و کاکا فرید صفی همراه باشین. بله منتظر باشین. تشکر. بله دیگه بعد از پلان که دیگر با رستوران افغانی بریم اینجا بریم. والا نزدیک هم است بر ما و دوم دیگه یعنی دم اولین دفعه که غذایش خوردیم ما غذای خوشمزه بود. منانم خورده بودم گرچه بازم چی میگن یگان جای میگه که
ملاک بالش ببرد در دو جای دعوت میشه و یک دفعه نانم خورده بودم باز اینا شما اینجا دعوت کردین مگه واقعا کباب که خوردم هم ذائقه افغانی بود در نگویم که در پالیش کباب چتنی افغانی هم بود سه رقم که هم یک رقم میشه هم یک بله هم یکش استفاده کنیم اما مزهش بسیار عالی بود و یک چای سبز هم در پالیش گرفتیم و قسم افغانستان که چای سبز میخورن کت کباب بله بله بسیار مقبول است. سایتون نیام از شب علیساس دیگه شب آرمین است باز و نموت آمده میریم دیگه رستوران نان نوش جان میکنیم هدف از است که مذاق کردم در قدیما هم شب ازار چی میکردن بششتن فامیلا بین هم بششتن یک تصور از خودگی یعنی مثلا یعنی به یک شب یلدا هدفش این نیست که ما باید تجلیل بکنیم هدفش این است که طولانی ترین شب سال است یک چند دقیقه بین خود آدم میشینه قصه میکنه مسافری دلتنگی داره یک چند صفحه چی میگه دلتنگی توش خلاص نمیشه یعنی یک چند دقیقه آدم بین خود میشینه قصه میکنه گپ میزنه اینمی شب یک کمک طولانی است به می رقم آدم شب خود تیر میکنه اگر این هدف تجلیل نیست هر وقت خوش باشی راست تجلیل میکنه یک چیز رو میخواه که یک ساعت خوش باشه اما داخل چوکات همه چیز 100% دیگه بازم چیزی گفتنی دیگه من ندارم میتونه صفیه اگه کدام چیزی گفتنی داشت خداحافظی میکنیم کاکا فرید خیلی دیگه خیلی بازم تشکر از شما که ما رو تایی برنده بودین بازم لطف کنین ما رو برنده باشین و راستی دوستای دینامیک کاکا فریده که میبینین بر خود یک یوتیوب چینل برش قرار است جور بکنیم من مطمئن هستم شما از گپای شیرینش لذت میبرین دوستش دارین برش یک یوتیوب چینل هم جور میکنیم که کاکا فرید مستقل یک یوتیوب چینل داشته باشه و کسایی که کاکا فرید دوست داشت باز حتما بخیر یوتیوب چینلش هم تک میکنم در یوتیوب خودم برین کاکا فرید سابسکرایب بکنین یوتیوب چینلش حمایتش بکنین که کاکا فرید علاقمند بسیار زیاد به میدیا هست و نام خدا خوب گپ هم میزنه دیگه ازش خواهش میکنم هدف از این نیست هدف از خب یک 4 کلمه که مثلا نگه در میدیا آدم میگه کلگی خود نام خدا آغاز از همه چیز اما باز یگان کمبوتی ها میباشن باز همون کمبوتی ها کسایی که نمیتونن تجربه زندگی رو داشته باشن باز از همون کمبوتی ها استفاده میکنن میتونن زندگی آسان برای خود 100% انسان ها با تجربه میاموزنی که هر چیز سر خود آدم عمل انجام شده قرار بگیری تو نمیتونی از او برایی از تجربه دیگر آدم برای خود زندگی میسازه هیچ کس تکمیل نیست هیچ کس یکی به دیگر نیاز داریم یکی دیگر پشتیبانی باشه و که بتونیم آسان زندگی خود راحت پیش ببریم بله دوستای خیلی تشکر از شما شب خوش بازم از شما تشکر که ما رو دعوت کردید تشکر از شما خیلی آمدین تشکر خیلی صفی خداحافظی کن دوستای عزیز شما رو به خداوند افتاد نیاز میسپاریم شب روز خوش داشته باشین تا برنامه دیگر خداحافظ دوستا در آخر چند تصویری از بیرون رستوران براتون میگیرم تا برنامه بعدی شما را به الله پاک بی امانت میکنیم وقت خوب و خوش داشته باشین خدا نگهدار